بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم با درس اول برنامه اتوکاد سیویل 3D 2014. خب به خاطر کار کردن با این برنامه دیتا ضرورت است. دیتا از عبارت از نقاط کوردینات دار است که توسط سرور با استفاده از توتال سیشن گرفته میشه که او دیتا به این شکل می باشه. مثلا اینجا یک دیتا رو به نام شهرک ما دارم. به این شکل اگر ما ببینیم یک دیتایی است که از ولایت پروان است و دیتای سروی یک سرک است در ولایت پروان. این دیتا را که ما میبینیم در این قسمت چپ از به شکل است که نمبرهای نقاط است، پوینت نمبر است، پوینت نمبر و این کامه. دوم از این نارتینگ نقطه است و سومش ایستینگ است و چهارم الیویشن و تو دسکریپشن یا کدش است. خب اگر ما نفهمیم فرمت دیتا را، باز در وقت اد کردن دیتا بر ما مشکل پیدا میشه. باید اول بشناسیم که این فرمت از چطور است. از او خاطر این شماره که به سمت چپ است این شناخته میشه که پوینت نمبر است. او ارقامی که 7 رقمی می باشه او نارتینگ هستن همیشه. مثلا 38 78 322 اگر ما ببینیم 7 رقمی است. از این خاطر این نارتینگ است. پهلوش که از 6 رقمی باشه، ایستینگ همیشه 6 رقمی است. 51 68 03 فرضاً و پهلوی دی الیویشنش است و داخل کد یا دسکریپشنش است. به خاطر اد کردن دیتا ما روی از برنامه اول باید این فرمت باید بشناسیم که این فرمت از چی است. فرمت از اگر ما ببینیم از پوینت نمبر پیش میگیریم، از پوینت نمبر پی میگیریم، از نارتینگ ان میگیریم، از ایستینگ ای میگیریم و از الیویشن زایت میگیریم و از دسکریپشن دی میگیریم. یعنی فرمت نقطه خدمات تعیین میکنیم که پی ان ای زایت دی. و اگر در این قسمت ما ببینیم این توسط چی جدا شده؟ توسط کامه جدا شده. از او خاطر اینجا رو میگیم که با کامه جدا شده، با کامه جدا شده. الان بریم برنامه اتوکاد سیویل 3D 2014 را باز میکنیم. در این قسمت که بریم در اینجا اتوکاد سیویل 3D 2014 این روی صفحه برنامه است و تایتل بار است و این قسمتش به نام اپلیکیشن منیو میگن. این قسمت های علامه منفی و علامه ضرب رقم که کلوز نشته است. این قسمت به نام کپشن بتن یا کنترل بتن میگن. این قسمت فایل ادیت ویو جنرال به نام مینو بار یا مینو بار میگن. این قسمت پایینش به نام لیاوت بار میگن و این قسمت پایین به نام استاتیوس بار میگن. این گزینه دیگه که به نام اینجا وجود داره به نام تول اسپیس است. یکی از تول بار است که به نام تول اسپیس است. اگر این نباشه ما بریم بالای برنامه در قسمت جنرال، در قسمت جنرال تول اسپیس میزنیم، تول اسپیس می. اگر نباشه ما میتونیم که بریم. خب به هر برنامه اول باید سیستم واحداتش باید ما معرفی کنیم که با کدام سیستم واحدات ما میخوایم که کار کنیم. از او خاطر ما در قسمت تول اسپیس که رفتیم، در اینجا در تول اسپیس اینجا چند چیز به نام پراسپکتور، ستینگ، سروی و تول باکس وجود داره. به خاطر تنظیم واحدات ما در بخش ستینگ میریم. در بخش ستینگ در این قسمت که به نام دراوینگ یک است، در حقیقت نمی عنوان دراوینگ ما در اینجا نوشته باشه. بالایش راست کلیک میکنیم، در این قسمت ادیت دراوینگ ستینگ میگیم. ما میتونیم از این صفحه که به نام دراوینگ ستینگ است میتونیم واحد صفحه خود تعیین کنیم. در قسمت یونیت انزون میریم. در اینجا دراوینگ یونیت واحد دراوینگ ما چی باشه؟ اینجا دو واریانت وجود داره، یکی متر یکی چی؟ فوت. ما میتونیم توسط متر کار کنیم یا توسط فوت. در این قسمت امپریال تو متریک کانورژن این حالت است که دو مشخصه را بر ما گفته که دو ضریب تبدیل است، از متریک به امپریال یا از امپریال به متریک. گفته که یک فوت ما 0.348 متر میشه و یک اینچ ما 39.37 اینچ ما یک متر میشه. در این قسمت اسکیل ما میتونیم که
مقیاس روی صفحه خود تنظیم کنیم. مقیاس روی صفحه در هدف ما از مقیاس افقی است. اینجا ما میتونیم که مقیاس تعیین کنیم. اگر کدام مقیاسی که ما میخوایم در اینجا نباشه، باز میتونیم که از این گزینه کاستوم استفاده کنیم و همون قیمت مقیاس در اینجا نوشته کنیم که اینجا 1000 فرضاً اگر ما بخوایم با مقیاس 300 کار شه، اینجا 300 نوشته کنیم. در غیر از او اگر با مقیاس 1000 کار کنیم نتیجه خوبتر داره. در قسمت انگولار یونت واحد زاویه را ما تعیین کرده میتونیم که ما روی صفحه ما واحدات اندازه‌گیری زاویه‌اش با کدام واحد باشه، با درجه اندازه کنه، با گراد اندازه کنه یا با رادیان اندازه کنه. در این قسمت دیگه که دو دانه به نام scale object insert from other drawing، این به این مفهوم است که اگر دراوینگ دیگر را میاری اسکیلش مطابق خود از اون دراوینگ بگیره، اگر این تگ باشه، اگر نباشه خب اون حالت 1 به نسبت 1000 است میشه. و set AutoCAD variable match اگر دو دراوینگ میاریم، یک دراوینگ روی صفحه وجود می داشته باشه، یک دراوینگ دیگه او را مچ میکنه، یک اسکیل دیگه ورش اضافه میکنه. خب خوب است که دو غیر فعال باشه. در قسمت زون که بریم، اینجا یک چیز به نام کاتگورایز یا کاتگوریز وجود داره. در کاتگوریز در حقیقت همون رفرنس الپسوید است برای ساحه‌ای که ما میخوایم کار کنیم. فرضاً برای افغانستان رفرنس الپسویدی که در نظر گرفته شده، رفرنس الپسویدش UTM WGS 84 دیتام است که یک مخفف است که یونیورسال ترانسفر مارکاتور ورد جیودیتیک سیستم و 84 شون به این مفهوم که در سال 1984 گرفته شده. در این قسمت ما رفرنس الپسوید معرفی کردیم. در اویلیبل کوردینات سیستم باید همون زونی را که ما قرار داریم در اونجا باید معرفی کنیم. افغانستان در زونای 41 42 43 نورد قرار داره. ما اگر دیتای ما در کابل باشه یا نزدیکای کابل باشه، از این قسمت ما میتونیم که از 42 نورد استفاده کنیم. اینجا بر ما میگه که UTM WGS 84 1984 دیتام همون رفرنس الپسویدش است و در زون 42 نورد است که مریدیان مرکزی از این 69 ایست است. و در این قسمت دیسکریپشن داده که همین معرفی زون و اویلیبل کوردینات سیستم گفته. در اینجا پروژکشن چه گفته که UTM است و دیتامش گفته که WGS 84 است. از اینجا ما میتونیم که واحد تنظیم کنیم. واحد که تنظیم شد ما میتونیم حالا کار خود اجرا کنیم. این قسمت رو بگیم اپلای، این قسمت چی کنیم اوکی کنیم. حالا روی صفحه ما به می فرمت را که ما خواستیم، به می فرمت به می سیستم و کوردینات و چی شد عیار شد. ما چطور میتونیم که همین دیتایی که وجود داره ما چطور میتونیم که روی صفحه خود بریم. چندین راه وجود داره. میتونیم که در این قسمت پرسپکتور بریم. این قسمت پرسپکتور که رفتیم در اینجا پوینت وجود داره، بالای پوینت راست کلیک کنیم، اینجا بگیم کرییت پوینت. باز کرییت پوینت این قسمت به نام امپورت پوینت میتونیم امپورت پوینت بگیریم. یکی از راهش همین است. دیگه چند راه دیگه هم از فرضاً میتونیم در قسمت هوم بریم، در اینجا کرییت در قسمت هوم بریم، در این قسمت به نام پوینت، این قسمت پوینت که رفتیم به نام پوینت کرییشن تولز میتونیم از اینجا استفاده کنیم و اینجا بگیم امپورت. یا مثلا میتونیم در قسمت پوینت بریم، در مینو بار پوینت بریم، کرییت پوینت بگیم، میتونیم اضافه کنیم اینجا بالا اون مینو و یا این قسمت بریم که امپورت اکسپورت پوینت امپورت پوینت. یعنی می چند راهش هست میتونیم ما دیتا را حد کنیم. خب فرضاً ما از این راه پوینت حد میکنیم، این قسمت رو میگیم کرییت پوینت. در قسمت کرییت پوینت ما میریم در اینجا معرفی میکنیم که پوینت خدا امپورت پوینت میگیم. از این علامه مثبتی که در اینجا وجود داره که به نام اد فایلز هست، اینجا بالایش کلیک میگیریم. وقتی کلیک کردیم دیگه ما میتونیم که با استفاده از این همین کل کامپیوتر ما را موقعیت‌های کل کامپیوتر از اینجا مثلا همین دیتا روی دسکتاپ است با نام شهرک ما گرفته میره. اینا با نام شهرک یک فایل نوتپاد است، همون رو ما باید پیدا کنیم. اینا با نام شهرک. این قسمت چی میکنیم؟ اوپن میکنیم. وقتی اوپن شد چیز مشکل نداشت یا آماده بر ما میتونیم که از اینجا پاس ریمووش کنیم که بگیم نباشه. پس میتونیم که حد کنیم. یعنی قسمت بریم چی را پیدا کنم باید ما شهرک اوپن میگیم. وقتی قسمت اوپن گفتیم
ما در اول تعیین کردیم فرمت خود از روی دیتای نوتپد از که کدام فرمت باید به خود بگیره و اون فرمتی که PNE زائد دی است و با کامه داشته PNE زائد دی PNE زائد دی نمی آخر کامه دیلیمیتد تمام میگیریم. اگر این قسمت شما PNE زائد دی نگیرین PEN زائد دی بگیرین یعنی ای و این هم موقعیتشان تغییر بدین بازم دیتا امکان داره رد شه یا امکان داره نشه. اگر رد شه بازی 90 درجه دوران میکرده باشه درست نیامده باشه. حالا این قسمت هم اگر ببینیم ما شما این پوینت نمبر است نارتینگ هم میبینیم که 7 رقمی است میتونیم که این ارقامش حساب کنیم چند رقمی است از اینجا میتونیم که همون فیلدار کلام خورد بسازیم. وقتی این قسمت ها را که گرفتیم اینجا بسیار مهم که ما میتونیم که این داخل یک پوینت گروپ بسازیم. یک پوینت گروپ چی است؟ باز درسای بعدی ما اگر این غیر فعال بانیم بازم دیتا اد میشه. در این قسمت به نام ادوانس آپشن ما میتونیم گفته که اینجا دو الیویشن ادجستمنت پاسیبل مثلا اگر چند نقطه در یک ساحه نقطه وجود داره یکی از نقطه ارتفاعش غلط میشده باشه ارتفاع اگر غلط شده باشه این بر پیش ما سوال میکنه که اگر اون تو ارتفاع غلط شده باشه آیا میخوای که سافت‌ویر با استفاده از نقاط مجاورش رو اصلاح کنه یا نه؟ اگر ما یک تکمار کنیم میکنه اصلاح اگر نکنیم نمیمونه اصلاح نمیکنه. و پایینش که از دو کوردینات ترانسفورمیشن پاسیبل میگه اگر میخوای که کوردینات یعنی ایکس وایش اگر اشتباه شده باشه او رو اصلاح کنیم میتونیم از این کوردینات چی کنیم استفاده کنیم. میتونیم دادن رو یک فعال یا غیر فعال بتونیم یا اردیش ما فعال میسازیم میره چون میکنیم بکنیم. حال دیتا روی صفحه سیول 3D آمده به خاطر از که ما بتونیم رو ببینیم از شارتکت زائد انتر که زوم میگیمش و ای انتر زائد انتر ای انتر یعنی زوم اکستندد. اینی دیتا عد شده به اینی شکل یک دیتا است. این دیتا یک سرک است قبلا هم گفتم که در ولایت پروان است. حالا این دیتا را ما سرش باید کار کنیم که این دیتا آماده استفاده شود. خب اینا اگر خواسته باشیم که بر ازمی نقاط مشخصاتش به فرضاً پوینت نمبر و الیویشن و دیسکریپشنش در این قسمت در پوینت گروپ ای علامهش اکستند میکنیم. این قسمت این خودش به نام آل پوینت یک پوینت گروپ بر هر نقاطی که ما روی صفحه سیول 3D اضافه میکنیم و اضافه میکنه. روی راست کلیک میکنیم در قسمت پراپرتیز میریم. در پراپرتیز اینی قسمت که به نام پوینت استایل است در این قسمت پوینت استایل یعنی استایل همی نوشته یا مارکر از است مارکر استایل مارکرش است استایل نوشتهش نه از مارکرش و این قسمت اگر بریم پوینت لیبل استایل از همون نوشتهش است اینجا نان گرفته شده ما باید بگیریم پوینت نمبر الیویشن و دیسکریپشن. این قسمت چی میکنیم اوکی میگیم. وقتی این قسمت اضافه شد بر ما اینا بر هر نقطه اگر ما زوم کنیم بر هر نقطه پوینت نمبر پوینت الیویشن و پوینت دیسکریپشن آمده که اینی علامه شلیپایش به نام مارکر یاد میکنه و این نوشتهش به نام لیبل یاد میکنه. به خاطر تغییرات بالا از این چون غیر منظم است ما میتونیم میره بالای پراپرتیز راست کلیک کنیم و بالای تغییرات بریم. در این قسمت ما میتونیم که بالای مارکر تغییرات بریم. اینی را اگر علامه را اکستند کنیم 4 واریانت وجود داره. کریانت نیو یک مارکر نو بر ما جور میکنه. کاپی کرنت سلکشن از امی مارکر که وجود داره از این کاپی میگیره باز ما میتونیم رو تغییر کنیم. ادیت کرنت سلکشن میتونیم خود امی مارکر ادیت کنیم و پیک فرام دراینگ در صورتی که در این صفحه ما کدام نقطه تنظیمات شده باشه ما میتونیم که از این استفاده کنیم که استایل از او این استایل همون نقطه روی صفحه ما باشه. ما میتونیم که این قسمت رو بگیم ادیت. در قسمت ادیت که بریم اینجا میریم در انفورمیشن میگه نام از امی مارکر که است به نام پی سی که است
در قسمت مارکر ما میتونیم که اینجا تغییرات بریم. اولین گزینه از این به نام در قسمت به نام Use AutoCAD Point for Marker. اگر اینو بگیریم تمام نقطه را به شکل فرمت نقطه‌ای میشناسه و این را نمیتونیم که درست تفکیک کنیم، یعنی کل مارکرها کال فیلم به شکل چلیپاس را به شکل نقطه میگیره و اگر از این استفاده کنیم Use Custom Marker ما میتونیم که از مارکرهایی که در اینجا استفاده کنیم. در این قسمت این خط اگر ما میبینیم این خط که به این طرف در پایین کاستوم مارکر وجود داره، این خط در اینجا علامه هایی که وجود داره ما میتونیم بر نقاط خود از استفاده کنیم. فرضاً شلیپاس یا خط است به این شکل و اینجا خط دیگه است این طرف راست و چپ از طرف راست از این ما میتونیم که همزمان از این 5 دانه از هر کدامش استفاده کنیم و از چپش میتونیم که یکیش مثلا بگیم که همزمان چلیپا باشه و داخل چلیپا یک نقطه یک دانه دایره باشه یا باشه یا نباشه. و از این قسمت پایینی از این اگر ببینیم یوز AutoCAD بلاک سیمبل مارکر باز ما میتونیم که سیمبل هایی که از طرف خود AutoCAD برای نقطه جور شده از او استفاده کنیم. فرضاً مثلا بنچمارک رو ما میتونیم همیشه نظر به قوانین سروی به این شکل نشان میده ما میتونیم استفاده کنیم، یا به هر نام مشخص ما میتونیم از این گزینه‌ای که اینجا هست از این علامات استفاده کنیم و چک. در قسمت سایز ما میتونیم که اندازه از این تغییر بدیم. در این قسمت سایز باز بریم اینجا به نام آپشن چیز وجود داره. اینجا 4 واریانت است. از این واریانت اول از استفاده میکنیم که یوز دراوینگ اسکیل. اگر از این واریانت استفاده کنیم این مفهومش چی است که این حالت است که اندازه مارکر تابع مقیاس صفحه است. مقیاس صفحه اگر تغییر کرد اندازه مارکر هم تغییر میکنه، اگر مقیاس صفحه تغییر نکرد اندازه مارکر هم تغییر نمیکنه. این گزینه دوم از این که هست یوز فیکسد اسکیل. ما اینجا دیگه این تابع چیزی نیست، ما میتونیم بر اکسش به اندازه اکس و وایش یک اندازه وای بتیم که بگیم بین این اندازه باشه تابع مقیاس صفحه نباشه. گزینه بعدی از این به نام یوز سایز این ابسولوت یونیت. میتونیم اگر از این گزینه استفاده کنیم اگر زوم این و اگر زوم اوت کنیم اندازهش چی میکنه تغییر میکنه. ما میتونیم از این نظر و این که اگر استفاده شد زوم این و زوم اوت شد اندازه مارکر هم تغییر میکنه. و یوز سایز ریلیتیو تو اسکرین اگر این حالت هست که اگر زوم شده باشه روی صفحه ما و این دیتا رد کنیم بزرگتر نشان میده مارکر شه و اگر زوم اوت شده باشه باز دیتا رد کنیم اون رو کوچکتر نشان میده. خب از این مقیاسات در مجموع این قسمت ما میتونیم که از این گزینه اولش به نام یوز اسکیل دراوینگ ستینگ از استفاده کنیم. وقتی از این گزینه استفاده میکنیم میگم این اندازه از این چند باشه، اندازه شما میتونیم که از این تغییر بدیم که اندازه شما اینجا 2.5 میلی متر به صورت اتومات گرفته که 2.5 میلی متر ما میتونیم که تغییر هم بدیم. در این قسمت مارکر در اینجا میتونیم که روتیشن انگل زاویه چرخش انتخاب کنیم و یا که از روی صفحه انتخاب کنیم یک واحد. اینجا میتونیم که یک روتیشن انگل رو برش انتخاب کنیم که چند درجه دوران. میایم در تغییرات استایل برای همین لیبل ازی که استایل لیبل 6 تا تغییر داده میتونیم. در این قسمت ما میتونیم که باز هم گزینه‌ای که کرییت نیو میتونه یک استایل نو ما ایجاد کنه، کاپی میتونه کنه، کرییت هیبلت آف کارنت سلکشن میتونه از این هم ادیت کنه و ادیت کارنت سلکشن میتونه ادیت کنه و پیک فرام دراوینگ میتونه یک استایلی که روی صفحه دراوینگ شده باشه از او استفاده کنه. ما از ادیت کارنت سلکشن میریم استفاده میکنیم. فرضاً در ادیت کارنت سلکشن اگر بریم حالا ببینیم در این قسمت انفورمیشن ما میتونیم که نام از این استایل خود نوشته کنیم که نامش چی باشه. در قسمت جنرال ما میتونیم که این مشخصات تغییر بدیم. این مشخصات مربوط به لیبل است. گفته تکست استایلش کدام نوع تکست باشه، یعنی چند استایلی که بر تکست وجود داره ما میتونیم از استفاده کنیم. همین نوشته را بر ما نشان بده یا نه. تا این قسمت اکثرا نگاه ضرورت میشه که ما استفاده کنیم. فرضاً در این قسمت اگر ما بریم در اینجا پوینت لیبل استایل اینجا ببینیم پوینت لیبل استایل گفتیم که پوینت نمبر الیویشن دیسکریپشن و اگر باز بریم در این قسمت ادیت کنیم در قسمت ادیت بریم و این قسمت فالس بگیریم یعنی نشان نده بر ما
حالا با وجودی که در اون قسمت ما پوینت نمبر الیویشن دیسکریپشن گرفتیم، مگر حالا چون از اون قسمت را فالس کردیم بنابراین این نشان داده نمیتونه. اکثرا از پیش ما که یگان ما غلط میشه، این حالت امکان داره که باشه. در این قسمت میریم ترو میسازیم که نشان بتش. یک قسمت دیگه از این هم لیارش هست که ما میتونیم که لیارش این لیر است، یک لیر جدید هم جور کرده میتونیم کارهایی است که در اتوکد اجرا میشه. این قسمت اگر نیو بگیم ما میتونیم که لیر نیم برش تغییر بدیم، رنگش، لاین تایپش، لاین ویدتش، همین شکل کارهای مربوط به اتوکدش است. در این قسمت اگر ما بگیریم تاپ و باتم و چیزا ما میتونیم که همین نوشتا را موقعیتشان بالا و پایین، فرضاً حالا پوینت نمبر بالاست، الیویشن وسط است، دیسکریپشن پایین است. اگر ما تاپ بگیریم تغییر نمیخوره. این قسمت اگر بگیریم میره باتم بگیریم اون نوشتا تغییر کرد، پوینت نمبر و پوینت الیویشن جایشان تغییر کرد. دیگه قسمت های ازیره که در کدام زاویه ای را نشان بتنه و این قسمت های دیگه ازیره ما میتونیم استفاده کنیم. بخش مهم در اینجا همین بخش لیاوتش است. ما میریم در بخش لیاوت که بریم اینجا از همین بر لیبل ما همون استایلر که انتخاب کردیم اینجا وجود داره که پوینت دیسکریپشن، پوینت نمبر و پوینت الیویشن. ما بالای یکی از این کار میکنیم، دیگهش هم این حالت داره. فرضاً با بالای پوینت دیسکریپشن کار میکنیم. در پوینت دیسکریپشن در قسمت اینجا در جنرال اگر ببینیم اینجا به نام پوینت به نام نیم وجود داره. ما میتونیم که نامش تغییر بدیم. در این قسمت ما میتونیم که نشان بده یا نه تاموره. با وجودی که در اونجا پوینت نمبر، پوینت الیویشن، پوینت دیسکریپشن انتخاب کرده باشیم، در این قسمت اگر فالس بگیریم بازم مشخصه را بر ما نشان نمیده. در قسمت انشور پوینت ما میتونیم که انتخاب کنیم که همین مشخصه که با نام پوینت دیسکریپشن است این تابع چی چیز باشه. یعنی اگر او یک حرکت کرد راست یا چپ یا بالا یا پایین، این کدش حرکت کنه یا نکنه. در قسمت از فیوچر ما میتونیم که انتخاب کنیم که این مستقل باشه و اینجا پوینت الیویشن و پوینت دیسکریپشن است، پوینت نمبر است. بر پوینت دیسکریپشن اونمو دو چیز دیگه که در این قسمت ما سه چیز داریم. فرض ببینیم پوینت دیسکریپشن، پوینت نمبر، پوینت الیویشن. اگه این قسمت پوینت دیسکریپشن ما انتخاب کرده باشیم باز بر پوینت دیسکریپشن این دو چیز میاد، یا پوینت نمبر یا پوینت الیویشن. و اگر مثلا پوینت نمبر انتخاب کرده باشیم باز پوینت الیویشن و پوینت دیسکریپشن میاد و همونطور برعکس. ما میتونیم که اینجا پوینت دیسکریپشن رو بگیریم و پوینت دیسکریپشن ما میتونیم که بگیم که با چی چسبیده باشه، فرضاً با پوینت الیویشن چسبیده باشه. انشور پوینتش موقعیتش هست، موقعیت همی دیسکریپشن نسبت به چیزی که چسبیده کدام حالت داشته باشه، تاپ لفت، تاپ سنتر، تاپ رایت، همی حالت ما میتونیم انتخاب کنیم. در قسمت کامپوننتش باز بعدا کار میکنیم، یک درس هست که میتونیم باز جداگانه مطالعه کنیم. تکست هایت ما میتونیم که برش با استفاده از این گزینه برای پوینت دیسکریپشن ارتفاعش مشخص بسازیم، روتیشن انگل، زاویه چرخشش مشخص بسازیم. اتچمنت موقعیت مارکر نسبت به همین پوینت دیسکریپشن میگه، یعنی موقعیت از چلیپا را نظر به اینجا که به نام رندوم نوشته است. این گفته که مارکر به طرف بالا و لفت قرار داره. از چی؟ از دیسکریپشن. اکس آفست ما میتونیم که این همی پوینت دیسکریپشن راست انتقال بدیم یا چپ انتقال بدیم با استفاده از اکس آفست. وای آفستش میتونیم بالا انتقال بدیم، پایین انتقال بدیم. اگر در اینجا مثلا در اکس آفست علامه مثبت بدیم راست انتقال میکنه، اگر منفی بدیم با چپ انتقال میکنه. و اگر بر وای آفست علامه مثبت بدیم بالا و اگر منفی بدیم پایین. بر از همی دیسکریپشن ما فرضاً پوینت دیسکریپشن رنگش رقم باشه، ما بتونیم از این رنگ انتخاب کنیم به کدام رنگ نشانش بدیم. لاین تایپش چی رقم باشه، به کدام شکل باشه. ماکسیمم ویت برامون نوشتهش یک عرض بده یا نه. ما میتونیم که در قسمت باردار بگیریم و از باردار ما میتونیم که یک باردار برای پوینت دیسکریپشن خود انتخاب کنیم که باردار برش بگیره یا نگیره. اگر بگیره اونو ما میتونیم که ناو باردار میتونیم از این قسمت پایین انتخاب کنیم که رکتانگولار باشه، راوند رکتانگولار باشه یا سرکولار. رکتانگولار خام حالت مستطیل است، راوند رکتانگولار حالت مستطیل است که
قسمت های چارکنجش پاغزدگی است و قسمت کالا را به شکل دایروی است و ما میتونیم که بگراند ماسک برش بتیم. بگراند ماسک هم حالت هست که در پشترش اگر چیزی باشه نوشته میتونه در قسمت گپ ما میتونیم که فاصله بین نوشته و بارده را مشخص بسازیم. این قسمت های دیگه که وجود داره به نام کالر، این لاین تایپ، لاین ویت، این مشخصات هست. همی میتونیم که مربوط به باردر میشه. خلاصی ما میتونیم که رنگ باردر را تغییر بدیم، میتونیم که لاین تایپش تغییر بدیم، میتونیم لاین ویتش تغییر بدیم. خب همین شکل تغییرات ما میتونیم که بالای ازی بیاریم و نتیجه به دست بیاریم. این قسمت ها فرضاً ما اوکی میکنم، این قسمت ها اوکی میکنم. خب ما اینا اگر در این قسمت باز راست کلیک کنیم، در پراپرتیز بریم، اگر از اینجا خب وکتور است، اگر از این وکتور نه از این طرف سمت چپش استفاده کنیم، همون حالت قبلی که ایدیتینگ است اون رو میاره بریم. در قسمت درگ استیدش هم ما کار میکنیم به این شکل است که فرضاً اگر ما اینجا اگر متوجه شویم یک تعداد نقطه بسیار که یکی دیگه خود چسبیدن نزدیک هستند. فرضاً این قسمت ببینیم، این قسمت اگه ببینیم هیچ معلوم نیست که برای مارکر کدام لیبل وجود داره. ما میتونیم که لیبلش یکم بالاتر انتخاب بدیم. فرضاً بگیم این لیبل ازی به این شکل باشه. اینه حالا بر ما به شکل یک لیدر زد که اینمی نقطه مشخصات شنیت یک چیز است. در این قسمت اگر ما راست کلیک کنیم بریم در پراپرتیز، میتونیم میره بالای لیبل ادیتینگ کنیم. در قسمت درگ ما میتونیم اینجا درگ استیت کلاس در لیدر ما میتونیم مشخصات مربوط به لیدر را تغییر بدیم. اولین قسمت از به نام ارو هید استایل است. ما میتونیم همونجا که به شکل تیرزدگی است میگه تیرزدگی نباشه، به شکل یک نقطه باشه. اون یک نقطه اگر بزن دینا میبینیم به شکل نقطه است. اگر این قسمت راست کلیک کنیم بریم در پراپرتیز ازی اینجا اندازه از چقدر باشه او را نشان بتنه، تایپش به کدام شکل باشه. استریت لیدر اگر باشه خط مستقیم میگیره، اگر اسپیلاین بگه باشه بازور به شکل یک خط آلبین مستقیم است. ما که اسپیلاین سرش اپلای کردیم متوجه شدیم که به شکل اسپیلاین میگیره. این قسمت بریم در پراپرتیز ما میتونیم این تغییرات هم بیاریم که رنگش چه رقم باشه، لاین تایپش چه رقم باشه، لاین ویتش چه رقم باشه. در این قسمت در درگ استیت کامپوننت ما میتونیم وقتی رو انتخاب کنیم دیگه باز میگیم که برای همین مشخصات کلش داخل یک چوکات بیاره. اون حالا ببینیم لینا مشخصات همین نقطه را کلش داخل یک چوکات داره. پس میریم پراپرتیز در این قسمت دیگه مشخصات از هم شما که تغییر بتین باز خودتان میفهمید که چی است، کدام جای چه رقم رنگ گرفته. چیزی که زیاد مهم است در این قسمت ما میتونیم در اینجا تغییرات به طور اتومات هر دیتای را اگر بخوایم بیاریم به شکل منظم تر تقریبا به این قسمت استایلش هر چیزی که بود ما میریم بالای زیدتینگ. در این قسمت این همی اندازه از این نشته میکنیم 0.7 یا 0.75 یا 0.7 درست میه. این قسمت ها اوکی میکنیم. میایم باز دوباره بالای زیر راست کلیک میکنیم. در این قسمت تو تغییر کرد. میایم در اینجا لیبلش تغییر میتیم. در لیبل میایم در اینجا در لیبل اینیا را تغییر میتیم که پوینت نمبر هم این قیمت هایش هم میسازیم. اول 0.2 یا 0.3 هر دوش نتیجه خوب تر میده 0.2 بر پوینت نمبر و همونطور بر پوینت دسکریپشن هم 0.2 میتیم و همونطور بر پوینت الیویشن هم 0.2 میتیم. 0.2 بعد از اون میتونیم که همین پوینت دسکریپشن اگر بریم در این قسمت ما ایرم غیر فعال کنم لیبل چیشه باردرشه. باز میم
اینجا پوینت نمبر انتخاب، پوینت دیسکریپشن انتخاب میکنم. پوینت دیسکریپشن یک اندازه بالا میبرم. پوینت دیسکریپشن اگر شما به اندازه 1.4 بالا ببرید، 1.4 مثبت وایشه و پوینت نمبر به اندازه امو 1.4 مگر علامه منفی 1.4 بگیرم، 1.4 و در این قسمت اگر بیم پوینت الیویشن x شو اندازه -1 یا -0.8 می قیمت ها اگر تغییر بتین تقریبا دیتا شکل منظم تر و خود میگیره و درست آماده میشه. اینال اگر ببینیم به این شکل یکم منظم شد، یعنی به این شکل منظم تر است. ما میتونیم که همو اندازه قیمتی که اینجا راست کلیک کنیم در یه اگر در پوینت الیویشن ما شما امی قسمت در پوینت الیویشن امی قیمت -0.8 -1 -0.8 بتیم شکلش درست‌تر میشه. این حالش تقریبا معلوم میشه که هر نقطه بسیار با شکل واضحه که اینی پوینت نمبرش هست، الیویشنش هست و دیسکریپشنش. میتونیم که رنگ ها را هم تغییر بدیم، مثلا بگیم که در این قسمت در پوینت نمبر بر علاوه از او علامه چلیپا داخلش یک دایره باشه، رنگش فرضاً رنگ سرخ نباشه، فرضاً رنگ به این شکل باشه. یا مثلا میتونیم که با پوینت استایل پوینت نمبر و پوینت الیویشن چیزها رو هم تغییر بدیم. رنگایش فرضاً بگیم که پوینت دیسکریپشن با رنگ با این رنگ نشان بده، پوینت نمبر فرضاً به این رنگ نشان بده و پوینت الیویشن با این یک رنگ نشان بده. این تغییرات ما میتونیم که بیاریم. اینال دیتای ما شکلش بسیار منظم شد، دقیق معلوم میشه که چه رقم هست. میتونیم که این را هم دیلیت کنیم، سرش راست کلیک کردم دیلیت و دیلیت شد. به این شکل دیلیت شد و شکل منظم با خود گرفت دیتای.